گایز، حالتون چطوره؟ امروز اومدم دوباره بازی کنم و امروز میخوام که به جای پی وی پی آرام بازی کنم. ARAM. و معمولا توی آرام خیلی بیشتر حال میکنم، چون خب راستش این شکلیه که چمپیونای رندوم بهم میده و میتونم هر چمپیونی که دلم میخواد رو تست کنم، چون وقتی میرم پی وی پی یا رنگ بازی میکنم دلم میخواد که مثلا با اون چمپیونی که خودم واقعا بلدم باشون بازی کنم. ولی وقتی میرم توی آرام بازی میکنم همیشه این شکلیه که چمپیون رندوم مجبورم بردارم. اگر چیزی که بلد باشم و به هم بیفته یا مثلا بتونم انتخابش کنم که ور میدارم، ولی اگر نه دیگه مجبورم با یه چمپیون بازی کنم. حالا یا گن میزنم یا مثلا بر اساس چیزایی که قبلا دیده بودم و اینا بازی رو خوب تمومش میکنم. حالا ببینیم که امروز چی میشه و نمیدونم چرا بازی پیدا نمیشه. یه سری ایونت های جدید عجیب غریبم اومده که خب مثلا اینجا یه عالم ایونت اومده و قبلا هم اینش اومده و امروز یه چمپیون جدید اضافه شده. امروز البته من پستشو قبلا توی چیز دیده بودم، توی پیج خود وایلد ریفت توی اینستا. ریل اسمش ساپورتره، نمیدونستم ساپورتره، فقط یه سری ویدیوهای خیلی نامفهوم گذاشته بود. ولی خب به نظرم بد نمیاد، خیلی دوست دارم امتحانش کنم. اون بازی پیداش کنم، کاش میخریدمش. بعد بکنم پول ندارم، پولم اون روز خرج کردم. Let's go. Oh come on. Yes. خب فعلا که خوب نیست، اصلا خوب نیست، خیلی بده. با یکی که لوشین آنی هم خوبه بچه ها. رول کنین لطفا. رول گایز. اینم بد نیست ولی نه. لوکس میخوام. من همه جا دوست دارم با لوکس بازی کنم، اصلا تبدیل شده به یه الهه برام، انقدر که دوستش دارم. با لوکس، با زایا و بذاریم میگم دیگه کی یادم نمیاد فعلا، من اصلا جواب نده. ولی با این زیرا نمیدونم، راستش من خیلی اهمیتی نمیدم به اسمشون، درسته بلدم ولی درست نمیتونم تلفظشون کنم. با این دخترم خوب بازی میکنم بعضی وقتا. من صرفا فقط بازی میکنم. اونا یه دونه نوب دارن. البته که هیچ وقت نمیشه بر اساس لول آدم ها رو دسته بندی کرد. بازی انگار کسایی که بازی میکنن و انگار گیمرها نمیشه بر اساس لول دسته بندی کرد، چون ممکنه مثلا طرف یه اکانت لول 500 داشته باشه ولی دلش خواسته یه اکانت جدید بزنه و مثلا ما اینو که لولش 31 که نوب و فلان و اینا، بعد میبینیم که نه، دهن هممون رو سرویس میکنه، پنتاکیل هم میگیره و حرفه‌ای. برای همینم من تصمیم گرفتم که خیلی روی این قضیه چیز نکنم، چون خودم دقیقاً یه بار این کار کردم. اکانت لول بالا داشتم و یه اکانت دیگه زدم باش بازی میکردم همینجوری رندوم و اینا، و چون با نوبا همش میافتادم توی بازی، من مثلا یه سره کوادراکیل، تریپل پنتاکیل اینا هم شدم و همش SVP یا MVP میشدم. خیلی جالب که با نوبا بازی میکنم. جالبی نداره. بعضی با این تو آرام خیلی خوب بازی میکنم، پشمام میریزه. الان فرست بلاد نشیم مثلا باید بعضی فیز خیلی بده واقعا. بعضی وقتا
میتونه تماس دمانم رو از بین ببره. البته که ما صرفا برای فان بازی میکنیم بچه ها. وقت نگیریم بازی. حالا من وقتی رنگ میبازم بچه ها فکر کنم الان این لول 31 بود، الان فرست بلد میشه. فرست بلد درسته زده بودیم اصلا کجایی خدا. اصلا که فرست بلد رو زد چون حواسم نیست. هوا بازی میکنم. No, no, la policía. Don't need triggers. صرفا چک کردم اینم داره ریپورت میکنه. حالا مرد. Enemy slain. Enemy slain. Double kill. اوکی. جاسو خوب داریم بچه. Triple تریپل کیل. اگر کوادرا رو بگیری به خدا. بچه من با اشم خیلی خوب بازی میکنم. اشم خیلی دوست دارم و کسی که باشه بازی میکنم دوست دارم. حس میکنم مال من بود برادر. ای بابا دارم ناراحتم میکنم. It's a hell of a thing. شغل تمام بزنم. نه ولم کن فیز مسخره. ای بچه ها ای کشتم بچه ها مارم تمام. این هم نیا نیا go away fuck. بچه ها الان میمیرم. holy shit. Double kill. You have slain an enemy. متشکرم. چرا تیم زیادی ندارم. ای بیشوری که صافه. فیز مسخره. ناراحتم کرد. Shut down. I call it. دوشیم داره زنگ میخوره. Double kill. Enemy slain. خیلی خوشمزه. No way مردم. حواسم پرت شد. کلن بازی رو از دست دادم. Double kill. Enemy double kill. Ally slain. Ally ناراحت slain. شدم بچه دست بدیه. دارم ناراحت میشم. You stare into the mist. First turret destroyed. بابا کاش بمیری یاسو. بابا یا
یا بمیر یا نکش. خاک بر سرت کنم. اصلا استفاده نیست. You have دارم slain آره an enemy. باید اما تو کشت. وای بچه 11 تا کشته. پشما. You have been slain. دارم اون Don't need سپاه بازی کن. just need a target. گوره بابای هرچی. ها Here comes target practice. بچه ها میدونید توی آرام چی هستن بیشتر رو اصلا چه چمپی؟ یکی فیزه، یکی تیمو. میتونم تمام تیم و پلیر رو آرام رو بکشم. عالیه. نه 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 پشما کوادرا کیل باریکالله. واسه همینه که اشرا دوست دارم. وقتی که شروع میکنه بزدن دیگه هیچی جلو داره چیز میزن. داریم وای چقدر بد بازی. Don't need triggers. Just need a target. Shut down. Enemy slain. Double kill. Enemy double kill. Triple kill. Ally نه گم شد. slain. خودش هم نمیتونه از اونجا بیاد کنه. بچه نباید الان کوادرا کیل میشدن؟ بیشوره بی تربیت. عشق لطفا خودت رو زودتر بکش. جون میخوام جون. جون کاش دفعه بعدی به من عشق بده. فیز رو بکشه. فیز رو به قتل برسونه. It's a hell of a thing. جون اومی. چرا هیچ کاری داریم نمی کنی؟ نه اونا نه ما. همه واسدیم آتتون پر بشه. ای داد بیداد. حتی جون میخوام. That's mine. No. No way. Run. Double kill. Oh fuck is this? Enemy slain. Slain. Enemy slain. Oh no. La polizia. بچه ها جون میخوام. بچه ها جون میخوام. بچه ما هممون راستش جون میخوام. هیچ که جونش کامل نیست یا پر یا حداقل یکم بیشتر. Ally بچه slain. جون. کی رو اون رو برسیدم چون که خیلی واسه هم بود. Rise again. I dare you. Enemy
آخه عزیزم آلتت رفت ناراحت شدم. I know. الان میمیرم بعد اون وقت میگه بیا. بچه راستش نه خیلی نه اینو داشتم من خیلی روحیه زنانه دارم. اوه نو وی لاپولیتی مردم بچه مردم. یاسو برو خودتو بکش. بچه خون با قریبی میگه باشیم حسش میکنم. نه اینجا چون تو بودی باری نکردم. خوشحالا که کلتو دوستی همین یه تیری کل دیگه نگرفتی خودش کلی. نه سلام اش I know. Double kill. Retreat from the enemy champion. مرض خودم جون مرسی اشالا خدا هر روزم میباره. Enemy turret destroyed. بچه من بسه خوان بازی Retreat from the nexus. بچه بردیم پناه بر خدا بردیم. Victory. دست مرده رو زنده کردیم بچه SVP هم نشدم. معلومه وقتی یکی کیلای بقیه رو میدزده تریپل کیل میشه و اینا. حالا ما که به تو لایکو میدیم ولی خب کیل دوزی کار بدیه. فیلم همونم ذخیره کنیم. بابا این میشه دانلود نکنه؟ چرت و پرت دیگه هم که اینجا میده باید بگیریم همش. اینجا میگه کامپلیت ان آوتفیت بکنم بعد از هر کدوم یه دونه بگیرم. anyway هنوز داره. خب نمیخوام الان خرج کنم اینو میخوام 3 تا بشه. ولوم کن این سیه. tap the button to learn more about what ولوم کن. خب چیز خاصی هم اینجا ندارم. چه واقعا ایونت هایی که هیچی نمیدن رو درک نمی کنم. یعنی چی؟ ایونت که اسکین نداره چه دردی میخوره وقتی به همه چی نگاه مادی داری؟ از معمولیت های امروزش. خب بچه ها لوکس خوشگلم اول ببینید. سلام ستاره ای. خب اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خیلی دوست داشتم که MVP بشم یا SVP. خب دیگه وقتی یه عده کیل دزد میفتن تو تیمت دیگه تو نمیتونی
امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار. مراقب خودتون باشین. راستی لایک و سابسکرایب و کامنت و فلان و دیگه یادتون نره. مرسی. چند دارم تب خدافظ.